ناظمجان 10 ساله در صنف دوم یکی از مکتب‌های عمومی شهر بوستون تحصیل می‌کند. 2 سال اول او در خانه تحصیل می‌کرد. کمی دیرتر او را به مکتب تحصیلات عمومی گذراندند. امروز او یکی از خوانندگان فعال است. ناظمجان در آینده آرزوی برنامه‌ساز شدن را دارد. در ماده 24 کنونس آید به حفظ حقوق معیوبان که آن را تاجیکستان اعتراف کرده است آمده است همه آدمان حقوق به تحصیل دارند. اگر شما شخصی دارای معیوبیت باشید این معنای آن را ندارد که شما نباید تحصیل کنید و شما لازم نیست که در مکتب‌های مخصوص تحصیل نمایید. شما حق دارید که مثل کودکان دیگر به یک مکتب روید، همون فنها را آموزید و حکومت وظیفه دار است که برای این مساعدت نماید. مثلا آن باید به شما امکانات معاشرت دهد تا آموزگاران چطور به نیازهای شما پاسخ دادن را بفهمند.